ملا حیدر شریفزاده روحانی شناخته در منطقه کلاب گفت که در پی سوختار روز یکشنبه 90% خانه‌اش به کام آتش رفته است. وی روز 30 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام سوختار در خانه بجز دو نبیرش کسی دیگر نبود. ضرر یک 90% ضرره. دو خانه مونده دیگه همش سوخته. 5 خانه دولان تروش همش سوختن. دیگه یگون کرپچه یگون لگن یگون چاینک یگون چیز ماندگی نیست. یک روز نسوختی که آدم بود نسوخت. آدمی که هیچ کنه بود بعد الکتریک در گرفت. یک دو گودک بنواسم و بیشورو درک هم نوشی دودار میای نموز میای که جود برامدیسته میای که در همیش کنه که آسمون در علو میبروید. سوختار در منزل ملا حیدر شریفزاده رئیس شورای علما در منطقه کلاب و امام خطیب مسجد امام اعظم آن شهر روز یکشنبه 28 می سر زده است. خانه شریفزاده در محله فردوسی شهر کلاب واقع است. مسئولان خدمات آتش نشانی شهر کلاب گفتند حادثه زمانی رخ داده است که کلین خانواده یخدان را قفل کرده و از خانه بیرون رفته است. به احتمال زیاد سبب حادثه سوخته آب شدن سیم‌های برقی یخدان بوده است. به تخمین خدمات آتش نشانی شهر کلاب ضرر وارده از این سوختار به خانه ملا حیدر حدود 20,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر کمیسیون تشکیل شده و ضرر این سوختار را معین می‌کند. چند خونی چند قدر ملت تاجیک را رساندین. ملا حیدر شریفزاده از روحانیان شناخته در منطقه کلاب می باشد و در سالهای 90 عصر گذشته عضو پارلمان تاجیکستان بود. وی در گیرودارهای سالهای 90 تاجیکستان شرکت فعال داشت و از طرفداران حکومت فعلی به شمار می رفت.